نبوده. باز من محرر نوبتدار بودم. انا از همین سبب ها شماره گذشته نه اونقدر خوب برآمد. روزنامه‌نگار شریفов یک ماه باز وعده میدهد که مقاله عالی جناب مینویسد. نه از مقاله‌اش درک است و نه از خودش. همین راستی گپ من مقاله‌اش رو نمیدانم. لیکن یک چند روز پیش اویلش زنگ زده گفتن که وای بسیار ناتوب است. یافته است وقتی ناتوب شویش رو. دیگران همه در جای کار حاضر هستند و از او درکی نیست. رقابت خیلی هم بسیار. هر روز یک روزنامه نو میبراید. وای باشد ناتوب بوده است. همین خیلی رفتن گیرد روزنامه ما خواننده های خود را گم میکنند. در حقیقت شاید یگان بیماری جدی داشته باشد. مادام که بیمار باشد پس حتما با عیادت او رفتن در پروستا. حتما رفتن در کار. ماشین نوبتدار رو آماده کنید. همون با عیادت روزنامه‌نگار شریف اومده. دیگه گپ. رئیس من در کار. راو ساعتی 5 بیو. خوب شده است. السلام سعید اکرم دادا در خانه. ها بیاید آچه مهمان آمدن. مرحمت دارید مرحمت. بیا مرحمت. آفرین. بیاید در بیاید. چرا بیا جان؟ نز هستی خوب هستی؟ بس سلام علیکم. خیلیت می اومده دا سعید اکرم جو بابا با مادرت تیز مسئله خود رو حل کن را مایلش خوش آمده. اله آمین. خیریت قدم آبادی مکان خواهی تعالی شفای همین رنجو را عطا کرد و بنا الله اکبر. بیا دخترم بیا چای کشی نکیسی رحمت خزار باشی خدا رحمت که اومدی رحمت. کاری دارا رو خودتون میدونید که دیگر این که آخر ما نمیدونستیم. شما از ما خواهش کردید که برای شما 2 هفته مهلت دیم که برای هم مقالاتون یگان مواد جمع کنید. قربان سعیدویچ بیایید اقلا در همین جا از کار اداره فارغ باشیم. آخر ما با عیادت شریف آمدیم کو. درست استاد بیاید همین روز اقلا همین گپ یک کلام کنیم. ای بالا با پسی همون مقاله کنی گپ زن چی واقع روی داد؟ بله درست. بالا با پسی همون مقاله بود لیکن بالا رو بسرم همون مقاله آورد. یک روز در یک مرافعه سودی اشتراک کردم. خوش جنایتکار با حکم قتل محکوم شد. خواستم با او هم صحبت شده درباره احساسات پیش از مرگ یک مقاله عالی جناب نویسم. لیکن این به من میسر نگردید. برای چی؟ من راهی دیگر را پیش گرفتم. خوش ها؟
رفیق سردار در وقت نوبتداری من در مؤسسه یگان واقع روی نداده است. آزاد آزاد. خدمت ها چی خیلی سرباز؟ بد نیست. بد نیست؟ تو چی خیلی؟ خوب است رفیق سردار. آفرین آفرین. السلام علیکم سید جان. چه؟ خوب هستی؟ سلامتی استاد؟ دیر کردیده؟ دیر کردم؟ ها مصلحت چی شد مصلحت؟ عبدالله یک فکر در سرم زد. یا همین کار رو نکنیم. خوبترش من تو رو به نزد دیگر محبوسان میبرم. چقدر میخوای بنویس؟ نه اخی سید جان، تو مرا میدونی که من چیزهای دیوم درجه نوشتن نمیخواهم. دیر هم شود یک چیزی اولی جناب نوشتن برکن. آها. تو میخوای که با این کار در جای کارت آبرو پیدا کنی؟ ها ده انا در این کار تو به من کمک میرسونی. ای برادر، من هم در جای کارم میخوام آبرو داشته باشم. و این کاری من و تو غیر قانونی است. تو همین رو میفهمی؟ خیش گپ نه. یک فکر دیگر در سرم زد. چی فکر؟ بیا من تو رو با محبس میبرم. مرا؟ چقدر که میخوای احساس کن نویس. اوه یافتی. انا من راضی. فقط سید جان کاری کن که با من هم همون جزای اولی را سزاوار بینم. ای خدا نگه دارد گوی نیتی بد نکن عبدالله. چه خیلی بچه تو؟ سید جان این ایده است میفهمی ایده ای مراد همین ایده ای چه خیلی ایده عبدالله. سید جان باور کن مقاله زور میشود. من نمیدونم چی کار میکنی لیکن بعد از 3-4 روز من باید در اینجا باشم. در اون مرافعه سر شد. همه حقیقی بریم. مرا از روی چند ماده محکوم کرده. من هم طور خود رو نشان دادم که گویا جنایتکار اشدی باشم. از این کار تنها من و سردار محبس ایدیف خبردار بودن. خلاص نهایت روز 3 مرا با محبس فرستاد. دیگه سید جان دیگه. خلاص با؟ ای؟ رحمت. کارو زون؟ رحمت. کچه؟ کاری کن کارو سر میکنی. بله. ابوشد شریفوف برای تو 10 روز مهلت میشود؟ میشود. برای شما رحمت. موافق رحمت. من رحمت. سلامت باشید.
بیاید سلام سید جان نه هستی رحمت سلامتیت شما خیر چه خرج خیر یگان احساس هست همش مقرری سید جان مثل همون روزنامه و مجله هایی که میخوندم و مثل همون فیلم هایی که تماشا میکردم در 10 روز یگان چی احساس نکردی؟ باز چی کردم؟ آخه سید جان من اون چیزی را که در اینجور انتظار بودم تا حالا احساس نکردم آخه گوش کن سید جان مناسبت محبوس مانان با من بسیار خوب خروکشان هم بد نی برای هم باز یک دو روز طاقت کنیم سید جان عبدالله تو میدونی که این کار رو غیر من و تو دیگر هیچ کس نمیدونه میدونم سید جان میدونم من فکرم در 10 روز یگان هیچ احساس نکرده است با این بچه جدی مناسبت کردن لازم رحمت تشکر سید جان سلامت باشید محبوس روزنامه نو رحمت داداش رحمت در پای صدمه نقلیاتی دیروز بگاهی سردار محبوس подполковник Саиджон Ильев бармаҳал аз ҳаёт чашм пӯшид. Чӣ? Дар пайи садамаи нақлиётӣ дирӯз бегоҳии сардори маҳбас подполковник Саиджон Идиёв бармаҳал аз ҳаёт чашм пӯшид. Ба хешу табори марҳум таъзия баён мекунем. محبوس شریفов بله من سرداری نوی محبس سرداری نوی محبس بله من با پرونده جنایی شما شناس شدم باید که پگاه حکم قانون اجرا شود چه؟ گوش کنید رفیق سردار من یکم گناه ندارم اینجا اشتباه هست میفهمید من یک روزنامه نگار هستم پشیمانید آخه من در این دنیا همه چیز پشیمانی دارد در پرونده جنایی شما به همه گناه هایتون اقرار شده الیخترش نه رفیق سردار این بازی است میفهمید من با سرداری پیشتر سعیجان ایدیوف این کار رو مصلحت کرده بودیم اشتباه شده است اشتباه هستی نه دوستم اشتباه در حیات شما شده است گناه را که کرده مردانه جزایش را پیشواز گیرید رفیق سردار اینجا اشتباه هست شما با من باور کنید رفیق و ایدیوف با من
دوست بودم میفهمید نخود که چی؟ نخود سرداری پیشتره ایدیو سیجون گذشته باشد رفیق سردار آخی وای کس دوستی من بودن با شما دوست بودن؟ ها شادروان دیو خوب میدانستند که دوستی ناآزموده از دشمنی آزموده خطرناکتر است. اینجا اشتباه است. شما با من باور کنید اینجا اشتباه شده است. این امری ما نه، حکم قانون است. رفیق سردار با من رحم کنید آخی رفیق سردار اینجا اشتباه شده است. باور کنید من یک روزنامه‌نگار عادی هستم آخی. محبوب شریفов گوش بکنم رفیق شما باقی حیاتتان را به سخنهای بیهوده صرف نکنید. رفیق سردار خواهش میکنم با من رحم کنید آخی من یک روزنامه‌نگار هستم اینجا اشتباه شد. رفیق سردار دوستان تو احساس کردی؟